محبوب من صلی الله علیه و سلم فرمودند الله اکبر، چقدر مهم، هیچ کس حق ندارد از راز و اسراری که بین زن و شوهر است با خبر بشود. مثل که لباس همه اسرار وجود شما را میپوشاند، زن و مرد همه اسرارشان را باید حفظ بکنند، چون لباس یک دیگر هستند. به همون لحاظ است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند او مردی که شب با خانمش همبستری میکند، با خانمش صحبت میکند، راز میکند، اسراری با یک دیگر مطرح میکنند و بعد صبح اون روز با دیگران او را قصه میکند، یا زنی که این کار را انجام میده، اینها به مثال شیطانی نر و ماده‌ای هستند که با یک دیگر میرسن، نیازمندی‌هایشان را رفع میکنن و از هم جدا میشوند. این خیلی زشت است، خیلی کار گناه بزرگی هست، فاش کردن اسرار بین